از ویدیویی که داخل تیک تاک پست میکنی میتونی پول به دست بیاری. در تیک تاک هم شما میتونین مثل یوتیوب از ویدیویی که پست میکنین یک مقدار پول به دست بیارید. در این ویدیو میخوایم براتون یاد بدم چطور میتونین این پولا رو دریافت کنین. داخل برنامه تیک تاک شاین و گزینه این باکس رو باز کنین. در اینجا بالای سیستم انفورمیشن بزنین و این صفحه براتون باز میشه. اگر گزینه سیستم انفورمیشن به شما نامده فقط کافی است تیک تاک تان اپدیت کنین. خوب در اینجا بالای مانیتایزیشن بزنین، این صفحه براتون باز میشه. از اینجا گزینه دوم انتخاب کنین. در اینجا براتون نشان میده شما چی مقدار پول در مجموع دارین و از این قسمت پایین شما میتونین ببینین هر روز چی مقدار پول بر شما اضافه میشه. حالا بالای گزینه چک یور بالانس بزنین تا این صفحه براتون باز شه. در اینجا برای شما در جیمیل تان یک کد 6 رقمی میاد که او کد باید در اینجا نوشته کنین. وقتی کدی که نوشته کردین تایید شد براتون این صفحه باز میشه که در اینجا از شما یک مقدار مالیه میگیره. حالا بالای گزینه ودرا بزنین تا این صفحه براتون باز شه. در اینجا باید پیپال یا بانکتان را اد کنین که ما قبلا پیپال خود اد کردیم و اگر شما میخواستین اد کنین فقط کافی بالای اد بزنین و از این قسمت میتونین اد کنین. وقتی پیپال یا بانکتان اد شد بعد از این قسمت شما میتونین انتخاب کنین چه مقدار پول میخواین انتقال بدین. اگر مقداری که میخواستین در این قسمت نوشته کنین. بعدا بالای گزینه ودرا ناو بزنین و به راحتی میتونین پولی که داخل تیک تاک دارین دریافت کنین. در این جدول میتونین ببینین از چقدر بازدید شما میتونین چقدر پول دریافت کنین. و باید براتون بگم به خاطر از اینکه بتونین از تیک تاک پول به دست بیارین شرایطی که تیک تاک براتون داده رو باید پوره کرده باشین. از 18 سال پایین نباشین، باید 10000 فالوور داشته باشین و حداقل یک ویدیوتون 100000 بازدید باید گرفته باشه.